مردم دهشت زده شدند. ماه ینوری سال 1969 حدود 40,000 نفر در پای تابوت یان پلخ راست ایستادند. دانشجوی 20 ساله خود را در مرکز پراگ آتش زد. خودسوزی این جوان بعد از آن روی داد که نیروهای شوروی وارد جمهوری چخسلواکیه شده بر روند دموکراتیک کنی جامعه خاتمه بخشیدند. پلخ گفت با این عمل خود میخواست جامعه ناامید شده را تکان بدهد. پلخ رمزی مردمانی تحقیر شده گشت که کوشش داشتند راه خود را در تاریخ پیدا کنند، اما نیروی ایمپریای بزرگ این علنگه را خاموش کرد. پلخ نشان داد از زندگی علاهده یک نفر دیده مسائل مهمتر موجود است. درباره عمل پلخ تمام رسانه‌های جهانی نوشتند. او از یگانه نفر نبود که به چنین راه رفت. ماه سپتامبر سال 1968 اثنای جشن حاصل در ورشو ریشار سیویسی 59 ساله هنگامی در منبر بودن خودسوزی کرد. قبل از این او مراجعت نامه را ثبت کرد که در آن او از وارد شدن به خاک چخسلواکیه و حضور ارتش لهستانی را در عملیات تنقید نمود. فریادی مرا بشنوید، فریاد آدم عادی را. این ندا به مردم است که آزادی خود و دیگران را بیشتر از حیات خود دوست می‌دارند. در این چاره‌بینی بیش از 100,000 نفر اشتراک داشت، اما مقامات توانست که مدت چند ماه مرگ فاجعه‌ای سیویس را پنهان نگه دارد. بخش لهستانی رادیو آزادی در این باره بعد از خودکشی یان پلخ خبر داد. در این بین یک نفر دیگر هم خودسوزی نمود. ماه نوامبر سال 1968 در مرکز کیف واسیل مکوخی 40 ساله به جان خودش قصد نمود. رادیو آزادی سال 2017 مراسم کشودن لوحه یادگاری این مرد را انعکاس نمود که با شرکت پسرش ولادیمیر دایر گردید. واسیل مکوخ بر ضد اشغال چخسلواکیه و ساختار شوروی در اوکراین اعتراض کرد. من به همه آنهایی که برای گرامی داشتی خاطره پدر من که تا آخرین لحظه برای مستقلیت اوکراین مبارزه برد آمدند منتداری بیان میکنم. رسانه‌های شوروی درباره این حادثه خبر ندادند، اما در چخسلواکیه وضعیت کاملا فرق میکرد. Přestože to bylo několik měsíců po té srpnové okupaci, tak stále ještě نوابسته از آن که حادثه چند ماه بعد از اشغال به عمل آمد، وسایط اخبار عامه تا اندازه آزاد باقی مانده بود. رسانه ها با طور فراگیر واکنش شدید را در نسبت عملی پلخ بازتاب کردند. از این خاطر درباره این حادثه در تمام پهنای شوروی خبر یافتند. بر علاوه درباره او مفصل رادیوی آزادی می‌نوشت. این اطلاع مورد توجه قرار گرفت. در محل خودسوزی پلخ دانشجویان دست به گروسنه‌نشینی زدند. یکی از آنها یان زایتس، نام او در یک لوحه خاکسارانه در قبضه پلخ درج شده است. زایتس یکی از چندین نفرانی بود که در پیروی به پلخ خود را آتش زد، اما واکنش جامعه به این عمل کمتر بود. قبل از همه سنزور سخت‌تر شد. در پی خودسوزی پلخ از کشور 16 ژورنالیست نامی بیرون کرده شدند. بعد این انعکاس چنین حادثه ها محدود گردید. اینفورموانی o těch jednotlivých případech. با این همه اسمی یان پلخ به رمز تبدیل یافت. در 20مین سالگرد مرگ او سال 1989 اعتراضها در چخسلواکیه یک هفته ادامه کرد. در آخر همان سال رژیم کمونیستی در پی همایش‌های عمومی سرنگون کرده شد. در سال 1990 جسد پلخ از نو در آرامگاه آلشانسکای در پراگ دفن کرده شد. قبلا مقامات گوری او را به دیگر جا کوچانیده بودند، چون که مردم زیاد برای گرامی داشت خاطر او می اومدند.